سلام. مدت هاست که موضوع خرید و فروش سکه های پارسیان سبب ایجاد نگرانی های بیشماری برای مردم شده. شما از ما سوالاتی درباره شیوه اصالت و درستی سنجی وزن این سکه ها پرسیدین که لازم می‌دونیم توضیح مختصری درباره اون به شما بدیم. روی سکه های پارسیان یک کد وجود داره که در باور عمومی رایج فکر میکنن یک کد معتبر و یک کد غیر معتبره، اما در واقع اینطور نیست. کدهای روی سکه هر کدوم معرف موضوع خاصی هستند. حرف اول روی کد معرف شهر تولید کننده اون سکه و شماره های روی اون معرف کد سازنده یا کد کارگاه و شناسنامه کارگاه هستند. به عنوان مثال کد K مربوط به شهر مشهد، کد T مربوط به شهر تهران و کد E مربوط به شهر اصفهانه. یوسف تقی‌زادگان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد. با توجه به اینکه ما بازرسیامون مستمر و یکسره داریم پیگیر این قضایا هستیم، من پیشنهاد میدم به خریداران محترم که وقتی میان پارسیان میخرن به علامت اقتصادیش نگاه کنن. مورد تایید مشهد میباشه و تا اینجایی که من الان پیگیری کردم مواردی که بخواد با این جعل کرده باشن یا کلاهبرداری کرده باشن زیاد مشاهده نشده و تک توکی بوده که ما باهاشون برخورد کردیم و کسایی بودن جاهلین که اینها رو ما تونستیم پیگیری کنیم و به دست قانون سپردیم. و متاسفانه برخی افراد سودجو برگه داخل سکه که به عنوان شناسنامه اصالت سکه محسوب میشه رو به صورت جعلی چاپ و داخل سکه هایی با اختلاف وزنی پارسیان قرار میدن. پس مثل همیشه فروشنده معتبر از کالای دارای هر نوع ضمانتی مهمتره. از این به بعد دنبال کد خاص یا تایید اصالت سکه های پارسیان به شکل خاصی نباشید. دقت کنن کا علامت اختصاری مشهده، پس در نتیجه هر کس میخواد بخره با خیال راحت میتونه خرید کنه و اینها برای پسندازهای کوچیک بسیار عالیه و من به نظرم میرسه که بهتر از هر چیزه، چون مثلا شما اگه حتی طلای مستعمل بری بخری 7% سود داره، ولی این پارسیان ها رو معمولا با عددهای کمتر به فروش میرسونن و براشون خیلی خوبه به عنوان سرمایه گذاری. اگر هم از قبل سکه‌ای دارید که به صورت هدیه یا به اشکال مختلف دیگه دریافت کردید، نیازی به نگرانی نیست. ببینین اگر اینطوری باشه ما بیشتر این تقلب هایی که اتفاق افتاده بین پارسیان هایی بوده که روش زده بودن پارسیان 1.5 گرمی، بعد 1.5 گرمی رو ما بارها مشاهده کرده بودیم که در آورده بودیم از تو پکاش در آورده بودیم دیده بودیم یک پارسیان مثلا 400 صوتی توش گذاشتن و این جعل ها صورت گرفته بوده که جلوتر از اینها. ولی اینی که بخواد به اصطلاح تقلبی باشه، به تقلبی به ندرت ما مشاهده کردیم، یک مورد بیشتر ما مشاهده نکردیم، ولی بقیه‌شو ما پیگیری کردیم و تا الان هم همش درسته. یعنی ما همش از طرف ما و اداره استاندارد میریم به کارگاه ها سر میزنیم و این پارسیان ها رو چک میکنیم، هم از وزنش، هم عیارش، هم اون پکی که داره روش حک میشه. وجود این هولوگرام روی سکه اطمینان از وزن داخلی سکه هست و اگر نداره میتونید سکه رو از داخل بسته‌بندی خارج کنید و در یکی از واحدهای صنفی طلا فروشی در شهرتون وزن کنید و بچه اون رو دریافت کنید. به هر حال سکه پارسیان با تمام این داستانا همچنان یکی از بهترین گزینه‌ها برای پسنداز روی طلا که میتونید از پایین ترین سرمایه ها و پایین ترین قیمت ها ارزش دارایی های خودتون رو حفظ کنید.